رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است، در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. هر که نزدیک خدا شد به شما نزدیک است. خانم جان، یا حضرت معصومه، تو خودت حافظ من باش به یغما نروم. دام ابلیس به من در همه جا نزدیک است. اعتقاد دلم این است که در این بارگاه دست احسان کریمان به گدا نزدیک است. الحمدلله رب العالمین. سلام بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا، مسافرای بهشت، هم شهریای شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. پاداش 12 روز روزه‌داری بندگی انشاءالله مورد قبول خدای بزرگ و مهربانمون قرار گرفته باشه. این 12مین روزه که ما به دعای شما سر سفره کریمانه حضرت کریمه اهل بیت مهمان هستیم و نایب الزیاره شما هستیم. اگر قابل باشیم و سفیر سلامتون، به این امید که انشاءالله خیلی زود پای شما باز بشه به این مکان مقدس و زائر با مرام و معرفت حضرت کریمه باشید که در این صورت به فرمایش امام صادق، به فرمایش برادر از جان عزیزترشون، بهشت برای شما واجب خواهد شد. به حق این بهترین شبهای هفته، شب جمعه که همین جوریش در رحمت خدا به روی بنده ها بازه، حالا که در دل ماه رحمت و مغفرت و برکت هم قرار گرفته که دیگه کولاک رحمت خداست. الهی آمین. این شما این هم یاد خدا با کلی امید و آرزوی رحمت و مغفرت و بخشش و آمرزش و برآورده شدن حاجات به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا یادم نرفته قبل از اینکه بریم به سراغ روز اولیه های عزیزمون که نمیدونم دیشب یا پریشب اینجا فکر می‌کنم دیشب اینجا مهمان بودن، حدود 2000 نفر براشون مراسم گرفتن، کلی اتفاقات مبارک افتاد و بعدش هم سر سفره بیبی مهمان بودن. یه حال هوای این ماجرا رو ببینیم. قبلش عرض میکنم برنده قرعه کشی دیروز ما آقای امیرعلی مهدیزاده عزیز بودن از قم، بازم بدون پارتی بازی، خدا شاهده، که به 301122 عبارت زیبا و چشم نواز و دلنواز یا معصومه رو ارسال کردن. شما مگه دوست دارین میتونید امروز تا قبل از اذان مغرب فرصت هست عبارت یا معصومه رو به 301122 عزیزانی که اینجا هم تشریف دارن میتونن این کار انجام بدن. 301122 عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایید. انشاءالله به قید قرعه امروز هم یک پرچم متبرک این آستان مقدس رو روی چشم و قلبمون میذاریم، 2 دستی تقدیم میکنیم به محضر برنده این قرعه کشی. بریم ببینیم روز اولی های عزیزمون دیشب توی آستان مقدس چه کردن، برگردیم و خدمت استاد تراشیون عزیز شروع کنیم گفتگومون. بفرمایید.
آی قربون دل اونایی که چارگوشه مملکتمون این شیعه‌خانه اهل بیت با افتادن چشم و نگاه زلال و مشتاقشون به این گنبد و بارگاه دلشون میره. من به شما عرض میکنم شمایی که دلتون اینجاست، شما از من و مثل من به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها نزدیکترید. قدر این حال خوشتون رو بدونید. اما ما دعا میکنیم که حضور جسمانی و روحانی تو امان خیلی زود انشاءالله قسمتتون بشه. من که خیلی قابل دعا کردنم نیستم، البته که نفس میزنم. از زائران و با مرام و معرفت خانم میخوام که برای شما هم دعا بکنن و استاد تراشیون عزیز. اینجا براشون سوال پیش اومده بود اگه ما عبارت یا معصومه خالی رو بفرستیم شرکت داده میشیم یا باید یا حضرت معصومه باشه یا فاطمه معصومه. عرض کردم هرچی مفصل تر باشه که قشنگتر نام بی بی رو صدا کنیم. اما ما اون حداقل ها رو هم شرکت میدیم در قرعه کشی که به 3011-22 ارسال میفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد سلام علیکم و خیلی رحمت خوش آمدید. الله. قبول باشه. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عرض وقت بخیر، قبولی طاعات و عبادات محضر یکایک شما خوبان و همراهان عزیز. امیدوارم انشالله مباحث امروز هم برای هم بینندگان و هم حضار محترم قابل استفاده باشه. الهی آمین، الهی آمین انشاءالله. به دعای بیبی و به برکت نفس حق شما. خب به نظرم وقتی ماه مبارک میاد، توی ماه مبارک رمضان اتفاقات خیلی قشنگی میفته. یکیش شاید این باشه که ستون دین ما، اولین پرسش روز حساب ما نماز، رنگ و بوی بیشتری پیدا میکنه، پر رونق‌تر میشه بازار نماز. در کنار عبادت‌های دیگه مثل تلاوت قرآن کریم و دعا و مناجات، نمازخونا تعدادشون بیشتر میشه و نمازخونایی که نماز با کیفیت بیشتر میخونن اونا هم تعدادشون به نظرم بیشتر میشه. انگار که ماه مبارک رمضان اومده برای ترویج فرهنگ نماز. خب حالا ما خودمون توی خانواده باید چه کنیم برای اینکه این اتفاق بیشتر رخ بده، نه فقط در یک ماه بلکه در طول سال، برای خودمون اعضای خانوادهمون؟ بسم الله از هر سلام. من اگر اجازه بفرمایید یک مقدمه کوتاهی رو بیان بکنم. ما هرچه به آخر الزمان و عصر ظهور حضرت نزدیک میشیم شیطان تقلاش بیشتر میشه. بله بله. شاید طبیعی هم باشه و ریشش در اینه که خودش رو در عصر حضور حضرت ولیعصر در قل و زنجیر میبینه. این یک فردی که داخل باطلاقی افتاده، هرچی بیشتر فرو میره بیشتر دست و پا میزنه برای نجات خودش. شیطان هم همین جوره. یکی از جاهایی که شیطان به شدت چشم طمع داره پیوندهای مقدسه. بله. من 2-3 تاشو نام ببرم. مثلا زوجیت به شدت مورد طمع شیطانه. شما هرچی میریم جلوتر میریم خانواده انگار اون اختلافاتشون با همدیگه بیشتر میشه، مشکلاتشون بیشتر میشه. یکی از جاها رابطه بین فرزندان و والدینه، اونم شیطان خیلی چشم طمع داره. لذا ما هرچی میبینیم در تاریخ داریم پیش میریم، بچه ها نسبت به پدر و مادرها متاسفانه بی احترامی هاشون بیشتر میشه، نافرمانی هاشون بیشتر میشه. یکی جای دیگه هم همین نمازه، یعنی پیوند بین انسان و خدا مورد طمع شیطانه. لذا شیطان چون میدونه انسانی که نماز میخواند روی او سیاه میشه، روی شیطان سیاه میشه، اینجا دغدغه داره که انسان ها نماز نخونن. این که شما فرمودید در ماه مبارک رمضان نماز خوندن پر رنگ تر میشه، چون در ماه مبارک رمضان شیطان بنده محدودتره. ببینید به خودی خود گرایش و فطرت انسان ها به سمت و سوی اموری مثل نماز و عبادت تقویت میشه. الحمدلله. پس ببینیم نماز یکی از مهمترین خطوط ارتباطی بین زمین و آسمانه، بین انسان و خداست. و قطعا هم شیطان مأموریتش اینه این خط ارتباطیه رو قطع بکنه، نذاره این ارتباط شکل بگیره. و خب ما متاسفانه گاهن راحت بازی میخوریم از شیطان.
یعنی میریم تو زمین و خیلی راحت مثلا با عبارت‌های حالا نه دل پاک باشه، نه اصلا که گفته نماز بخونم که با خدا صحبتم بکنی خوبه. یعنی اصلا وقتی آدم جملات رو میشنوه یاد این آیه قرآن میفته که کار و مأموریت شیطان وسوسه انداختن الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی دائم میخواد این وسوسه رو ایجاد بکنه که این بنده با یک توجیه آبکی اول نمازش رو بذاره کنار، بعد میبینی خدایش اون ارتباطه هم نداره که این میگفت مثلا همینجوری صحبت بکنیم با خدا و اینا، یه موقعی مگر یه گرفتاری داشته باشه، چالشی داشته باشه، حالا اونم یه گله گذاری به خدا بکنه از اطرافیانش. ولی عرض بنده اینه که نمیخوایم منکر و نافی اینم بشیم که انسان نباید با خدا ارتباطات کلامی داشته باشه، ولی عرض کردم مهمترین، به تعبیر مأثورترین اون چیزی که به ما آموخته شده از جانب خداوند متعال و اقیم الصلاة، یعنی اینکه بالاخره نماز رو ما به پا داریم، این نماز خواندن بسیار مهمه. و ما توی قشر نوجوان و جوانم میبینیم که یه مقداری نسبت به نماز کاهلی داره زیاد میشه، یه مقدار یه ذره مقدار بیشتر. مثلا نماز تو برای سخته، ولی همین نوجوان رو بهش بگی نصف شب مسابقه والیبال یا فوتبال داره، بعد اصلا نه موبایلش رو کوک میکنه، 4 نفرم خبر میکنه آقا منو بیدار کنید، تازه به پسردایش هم زنگ میزنه بلند شدی تک زنگی به من بزن، کاسه تخمش هم آماده میکنه، میره میشینه. حالا تا به حال به این واقعا فکر کردیم چرا برای نماز که حقیقتا یکی از ارزشمندترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده روی کره زمین، شما وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام در شب عاشورا مهلت گرفتن، یعنی البته 1-2 شب قبل مهلت گرفتن، گفتن من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، استغفار و دعا رو دوست دارم، ما مثلا این شبم رو به این امور بگذرونم. شما وقتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ببینید پیوندش با نماز چقدر عمیقه. تقریبا این ویژگی تمام انسانهای صالح و شایسته در طول تاریخی که با نماز یک انس و الفتی دارن. ما میخوایم بگیم که این نماز واقعا یک محوریتی رو میتونه در زندگی های ما ایجاد بکنه. با خدا معامله نکنیم. من یادم یه موقعی در رادیو معارف که مباحثی داشتیم، مثلا مادر زنگ میزد میگه به بچه‌م گفتم نمازت خوب بخون دانشگاه قبول شی. من گفتم اصلا این اشتباهه، ما اصلا نماز رو برای نماز بخوانیم، یعنی برای این اصلا نباید ما چشم داشته باشیم که آقا نماز میخونم که پولم زیاد بشه، نماز میخونم که دانشگاه رشته بهتری قبول بشم، نماز میخونم دختری رو که میخوام به من بدن. نه، نماز رو برای نمازش بخون، برای ارتباط و پیوند با خدا نمازت رو بهش اهمیت بده بخون. اما اینکه نقش خانواده چه نقشی تو این زمینه هست، به قطع یقین ما میتونیم بگیم که همون گونه که تمام تربیت ها پایه اصلی و شناژ اصلیش در محیط خانه بسته میشه، دقیقاً عبادتی مثل نماز یا تربیت عبادی همین گونه است. یعنی اصل ساختارش، اون شکل دهیش در محیط خانه. ولی من این رو هم به والدین محترم، بینندگان خوبمون، حضار عزیزمون عرض بکنم، فقط اینم نیست که من فکر کنم نماز بخونم بچه‌م نماز خون میشه. آقا برخی پدر مادرها میگن ما الگوی خوبی هستیم. میگم خب چه الگویی؟ میگه من نماز میخونم چرا بچه‌م نمیخونه؟ نمازم اول وقتم، من و باباشم اول اذان که میشه وضو میگیریم میایم سر سجاده و مهر به نماز ایستادن، ولی بچه‌مون نمیخونه. میگیم نه، این که ما میگیم نقش خانواده در تربیت عبادی مهمه، بعد خانواده به چند نکته حتما توجه بکنم. من برخی نکات رو بگم، بخشم انشاءالله در بخش دوم مباحث تقدیم بکنم. ببینید، اولین نکته اینه که اصل در نماز تدریجه. بله، یعنی این فکر نکنید بچه بالغ شو حالا وایسا نماز بخون، نه. شما در اون روایت امام باقر علیه السلام میبینید، این روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که بچه هاتون وقتی به 3 سالگی رسیدن بهشون بگین 7 بار بگوین لا اله الا الله.
بعد فرمودن مهلت بهشون بدین، دیگه کاری به کارشون نداشته باشیم. به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی رسیدن. دقیق دقیق 3 سال و 7 ماه و 20 روز. خدا پسر و دخترم فرق نمیکنه. نه جالبه، مثلا یه موقعی هم میگن آقا 21 روز بشه 19 روز، میگم حتما درش حکمتی داره، خدا حفظ کنه. آقای قرائتی میگفتن گاهی اوقات برخی ذکرها میگن 33 بار بگید، 34 بار بگیم چی میشه. ایشون تعبیر و تشبیه خوبی میکردن. من به شما یه نقشه گنج میدن، میگن مثلا 10 قدم به سمت شمال برو. حالا من 15 قدم برم گنج بیشتری پیدا میکنم، نه دقیقاً باید همون 10 قدم رو برم. اینا اعداد ممکنه تأثیراتی داره که حالا ما یه موقعی بهش نمیرسیم. مثل اون دعای یا مقلب القلوب که حضرت بنده خدای گفت یا مقلب القلوب والابصار، گفت ابصارم خوبه قشنگه، ولی این دعایی که من بهت میگم بدون یک حرف کم و زیاد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، دعای غریق. بله دقیقاً همینطوره. پس 3 سال 7 ماه و 20 روزگی رسیدن، حضرت فرمودن که بهشون بگین 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به 4 سالگی رسیدن بهشون بگین که 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. فرمودن به 5 سالگی رسیدن دست راست و چپشون رو یاد بدید، بگین رو به قبله سجده بکنن. به 6 سالگی رسیدن رکوع و سجده رو بهشون یاد بدین. به 7 سالگی رسیدن بهشون بگین هر میزان الوضو رو که بلدن بگیرن، هر میزان نماز رو هم میدانن بخوانن. به 9 سالگی رسیدن نماز رو بهشون یاد بدین که بخونن. حالا ببینید این اصل تدریج در تربیت. یه نکته‌ای داره، این نکته اینه که به ما داره یک درس یاد میده که ما هیچ وقت کار رو نذاریم دقیقه 90 انجام بدیم. مثلا مادر تقویم رو نگاه میکنه و نمیدونم شناسنامه بچه‌ها، نه امروز 9 سال قمری، چون از همین امروز باید نماز بخون. واقعا سخته. یعنی حالا من عذر میخوام این تشبیه رو میکنم، میگم مگیت رو هم تو قبر میخوای بذاری، میگن 3 جا قبلش بذاریش رو زمین رو بلندش کن، یه مرتبه وارد یه کاریش نکن، شوکه میشه. لذا این اصل تدریج در نماز اصل مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم. حتما اصل خیلی مهمیه که شما به عنوان اولین اصل دارید مطرح میکنید، اصل اساسی و ریشه است. خیلی ممنونم. حالا به اصول دیگر میرسیم در باب ترویج فرهنگ نماز. یه سوالم من برام پیش اومد، یه روشی رو بابای ما اجرا میکرد برای اینکه ما رو سوق بده به سمت خوندن نماز. بعد از این فاصله سفره کریمانه رو دوستان پخش کردن و آره کام دلمون شیر شد، برگشتیم میپرسم این روشم درسته یا غلط. البته ما نمازخون شدیم ولی حالا بریم و برگردیم. بسم الله، بفرمایید. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب احسان و انفاق و اطعام و سفره افطاری پهن کردن از اول ماه مبارک خب پر رونق میشه، اما همچین که به نیمه های ماه مبارک میخوایم نزدیک بشیم، قربون کریم اهل بیت بشم امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی جلوه بیشتری پیدا میکنه در حسینیه ها، مساجد، تکیه ها و خدا رو 100,000 مرتبه شکر مردم برای نون صلواتی و نظری و افطاری و اینها
پیش قدم میشن، دستگیری از ایتام و فقرا. اینجا در حرم کریمه اهل بیت هم این اتفاق داره هر شب میفته. شما هم از همین طریق میتونید مشارکت داشته باشین و ثوابش رو ببرین و لذتش رو انشالله. بابای ما اون اوایل که با ما خواست بگه نماز بخون، ما یه خط در میون میخونیم، حالا سن و سالمو خیلی نگم کی بود و چجوری بود، ولی بعد برای اینکه من یه 2 مدل بستنی رو خیلی دوست داشتم آقا، اینا رو میگفت من برات میگیرم هر بار که تو نماز بخونی. من کم کم که افتادم رو غلطک دیگه، کم کم اون موقع بهش گفتن آلاسکا، بستنی یخیا، بعد دیگه کم کم اونو برامون نگرفت، ولی نماز صبح رو مشکل داشتم. گفت نماز صبح اگه بخونی میگیرم برات دیگه. کم کم اونو گرفت و ما کم کم خوندیم. حالا خوندیم روش خوبی هست. من حالا شرطی نشده باشه. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه این رو عرض بکنم یه نکته ای رو خیلی با خودم کلنجار رفتم که بگم. بله، ولی خب میگم البته چند روایت تو این زمینه داریم، ولی من میخوام یه هشداری به والدین بدم. قبلا این نکته رو گاهی اوقات تو موضوع خانواده و تربیت بیان کردم که اگر ما پدر و مادرها میخوایم ببینیم آیا در تربیت موفقیم یا نه، یه میزان سنجشی وجود داره. میگم و اگر میخوایم ببینیم در زوجیت هم موفقیم یا نه، اونجا هم یه سنگ محکی وجود داره. خیلی مهمه. اگه زن و شوهری دیدن که نیم ساعت صحبت میکنن دعوا نمیکنن، اینو بدن خوبه زندگیشون. اگه دیدن کمتر از اون به بگو مگو، این بعد یه بالاخره به قول امروزی رفرشی بشه، یک بازخوانی بشه و زندگی بعد اصلاح بشه. در تربیت هم نماز، اگر دیدید فرزندانتون به صورت خودکار نماز میخونن، خیالتون راحت باشه در تربیت موفق بودید. یعنی یه سنگ محک. حالا چرا نماز انقدر مهمه؟ دلیلش اینه که عقوبات مسئله نماز خیلی سنگینه. من این روایت رو میگم، نمیخوام خیلی ذهنم مخاطبین نه بینندگان خوب درگیرم نشه، فقط همین یه بار از من بشنون، فقط در حد این که بدانیم مسئله نماز در فرهنگ دینی ما چقدر مهمه. روایت از وجود مبارک نبی مکرم اسلام است. حضرت فرمودن من اعان علی تارک الصلات، خود فرد نماز میخونه ولی به یه بینمازی کمک بکنه. چقدر؟ به لقمتن، به اندازه یک لقمه، او کسوتن، یه پوشیدنی، مثلا یه جفت جوراب براش بخره. فکأنما قتل 70 نبیا، که انه 70 پیامبر الهی رو به قتل رسونده، اولهم آدم و آخرهم خاتم. ببینید این بحث عدم اهتمام به نماز اینه. میگه شیطان که راندگش به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. یعنی شیطان که رونده شد برای، حالا شما بی نماز برای سجده الهی خودش رو رضا نمیکنه، بهانه در میاره. این معنی خیلی عقوبت نماز نخواندن بالا. لذا اهتمام ما پدر و مادرها باید روی مسئله نماز باشه. یعنی واقعا پدر و مادری که به نظرم بتونن فرزندشون رو نماز خون بکنن، باید خیال خودشون راحت باشه. یعنی هنرمندن، توانمندن. این مسئله ریشه‌ایه و خیلی هم مراقبت بکنیم تو نسل ما بی نماز بار نیاد. من اخیراً تهران بودم، یک جلسه‌ای برام خیلی جالب بود. یه آقایی سن و سالدار بود، برای جلسه آمد و گفتش حاج آقا ما تو خاندانمون حدوداً 170 نفریم. یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ، نمیدونم بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، حدوداً 170 نفر. میگفت 2 تا ویژگی خاندان ما داره. اولیش اینه که توی اینها بی حجاب، بد حجاب، بی چادر نیست. دومی ویژگی اینه که توی این خاندان ما بی نماز هم نیست. یعنی واقعا من گفتم اگر اجازه بدید من دست شما رو ببوسم. بزرگی کردید، برای پدر بزرگی بود برای این خاندان که نسلشون رو اینجوری بار آوردن، اهتمام دارن روی این موضوع. من میگم ما به عنوان پدر و مادر یکی از اهتمام هامون در مسئله تربیت نماز خون کردن، ولی با روشش پیش بریم. قرار نی با تندی. مثلا یه پدری آمده و به من میگه جای ترشون، منو میبینی هم تعبیری که الان شما به کار بردین، گفت منو میبینی با لگدای بابام نماز خون شدم. من صبح یه لگد میکشید زیرم، مثلا بلند شد تنلش
خورشید از کوه اومد نمیخوای نمازتو بخونی؟ ما الحمدلله نماز خونم شدیم. من گفتم ببین ولی برای این نه جواب نمیده. بله گفتم ممکن بود اون موقع جواب میداد. نمیخوام این روش تشویق چی که بابای ما انجام میداد؟ ببینید اونم شاید الان بله الان شاید واقعا جواب نده. خب چه سوال علامت سوال یعنی بزرگ. الان بچه‌ها واقعا میگه آقا آلاسکا خب چیه؟ بستنی نه من بستنی رو مثال زدم. منظورم روش تشویقه. بله. ببینید من به نظرم روشمند عمل بکنیم. چجوری؟ یکشو گفتیم اصل تدریج. آره. نکته دوم همسالان خیلی تأثیر دارن توی اصلاح رفتاری بچه‌ها. ببینید الان خیلی از خانواده‌ها میگن بچه ما نمازخونه بودا، از اون موقعی که رفته دانشگاه، از اون موقعی که رفته تو دبیرستان دیگه نماز نمیخونه. من اولین نکته‌ای که بهشون میگم همنشینش دوستش معلومه نمازخون نیست که اینو داره بی نماز میکنه. ما باید دنبال دوستان با نماز بگردیم برای بچه‌هامون. اینا ببینید همون روش تربیته. نکته سوم ارتباط بچه‌ها رو با محیط‌های خوب زیاد بکنیم. شما دارید همون کاری که دیروز فرمودین رو انجام میدین، گفتین مسئله رو باید حلش کنیم. ببین محیط مثلا شما ببینید همین الان نوجوانای گلمون فرزندان عزیزمون اول نماز هم میشه بلند میشن نماز ما هیچ کم قراری بهشون بگه این تأثیر محیطه. ما یه موقعی مشهد مشرف بودیم، ایام همین عیدم بود، بارندگی شدید، بارون بهاری، همه دنبال یه سقفی میگشتن. همون موقع اذان شد، اذان ظهر. من باورتون نمیشه دیدم غالب افرادی که زیر باران ایستادن نماز بخونن نوجوانا بودن. یعنی محیط اثر میذاره دیگه. بلکه ما سعی بکنیم فرزندانمون رو با محیط‌های خوب عجین بکنیم. ببینید امروز همون نگاه شیطانی چجوریه، ببینیم محیط‌های پر آسیب رو دارن زیاد میکنن. منو شاید بگم به برخی بر بخوره. من یه موقع همینجا در حرم سخنرانی داشتم، گفتم در شهر قم ما حدود مثلا 200 و اندی مسجد داریم. گفتم شما باورتون میشه الان در شهر قم بیش از 550 تا کافی شاپ مجوز داره. ای بابا. خب ببینید حالا من عرضم اینه، نمیگم اون نیاز نیست، ولی وقتی نوجوان ما ارتباطش با مسجد قطع بشه، ارتباطش با کافی شاپ نمازخون میشه، احترامش به پدر مادر زیاد میشه، توقعی نمیشه داشت. اونجا بالاخره یه محیطی که آدم بره مثلا یه قهوه‌ای بخوره بیاد. ولی نه اینکه الان اونجا بشه پاتوقایی که نمیدونم اینستاگرام رو به هم نشون بدیم، نه پیج فلانی رو نشون بدیم، صفحه فلانی رو نشون بدیم. اینا رو نسلمون اثر میذاره، افت پیدا میکنه این نسل. پس ببینید اینم یه نکته ایه که ما محیط‌های خوب رو باید ارتباط. نکته چهارم که خیلی نکته مهمیه، بچه‌ها رو باید با مفهوم و فلسفه نماز آشنا کرد، با زبان خودشون. شما ببینید علمای بزرگ از مرحوم حضرت امام گرفته و بسیاری از بزرگان معمولا یک کتابی رو انگار وظیفه خودشون میدونستن که این رو بنویسن تحت عنوان اسرار صلات، اسرار یعنی تقریبا بزرگان دارن یه همچون کتابی و دلیلم داره، چون موقع ما باید با اسرار نماز آشنا بشیم. گاهی تصور نکنیم که نماز مثلا یه وقت صرف کردن در یک مکان خاص مثلا با یه الفاظ خاصه، نه واقعا به جایی میرسیم. خدا رحمت بکنه شهید مطهری میگفتن، من محضر علامه طباطبایی بودم، علامه به من فرمودن که تو نماز به چی توجه میکنی؟ ایشون فرموده بودن من به ترجمه و مفهومه. گفتن کی به خدا توجه میکنی؟ یعنی بدانیم این ارتباط بین زمین و آسمانه. بچه‌ها رو باید آشنا کرد. الحمدلله رب العالمین الان تو این زمین هم کتاب‌های خوبی نوشته شده. مثلا یک کتابی تحت عنوان پرواز اصلا فلسفه نماز رو برای نوجوانان و نوبالغان نوشتن. خب ببریم بچه‌ها رو با این کتاب‌ها مأنوس بکنیم که اون وقت مقابل شیطان بتونن به خوبی بایستن. بچه‌ای که قوامش درست نباشه مشکل ایجاد. یه نکته باز مهمتر میخوام عرض بکنم، بچه‌ها رو با اصول دین هم آشنا بکنیم. ببینین خروجی فروع دین اگر از اصول دین باشه، یعنی ما اصول دین رو نهادینه بکنیم در نسلمون، اصلا چون صد آمد نباید هم پیش ما. بچه‌ای که خوب توحید رو بشناسه،
معاد رو بشناسه، نبوت و امامت و عدل الهی رو خوب بشناسه. شما اصلا شک نکنید که این خودش در مسیر بندگی و نماز قرار میگیره. ما گاهی اوقات بچه‌ها رو با مفاهیم اعتقادی آشنا نکردیم و این نکته این ضعف سیستم‌های تعلیمی. مثلا شما ببینید الان در آموزش پرورش، من نمیخوام بگم این درس‌ها به درد نمیخوره، ولی بررسی‌ها نشون میده حدود 70% محتوای آموزش پرورش ما هیچ جای زندگی به کار نمیاد. حالا برخی عدد بالاتر گفتم، برخی پایین‌ترش هم گفتم. بله. حالا ببینید این دانش آموز طلایی ترین دورانش که قرار آماده بشه برای بندگی خدا رو داره تو همین سیستم میگذرونه. همینطور. آیا واقعا ما رو مفاهیم توحید، باورهای اعتقادی کار کردیم؟ ببین دغدغه مقام معظم رهبری حفظه الله سند تحول بنیادین آموزش و پرورشه. درست. شما اگر بیانیه مأموریت این سند رو بخونید خیلی زیباست که مثلا ما در این سند دنبال این هستیم که چرا حضرت آقا انقدر تأکید دارن؟ چون اگر این سند پیاده بشه خیلی اتفاقات خوبی رو نسل ما اتفاق میفته. مثلا شما یکی از نکات اینه که ما دنبال تربیت نسل توحید باوریم، معاد باوریم. یعنی قرار بچه‌های ما توحید، مبدأ و معاد رو به خوبی باش آشنا بشن و شک نکنیم بچه‌هایی که معاد باور باشن نمازشون ترک نمیشه، چون میدونن دنیا یک گذرگاه کوتاه و توقفگاه دم دستی برای یک زندگی ابدی. همینطوره. خب میفهمه اون وقتی من نمیگم بچه‌ها رو باید بریم با مرده آشنا بکنیم، من میگم با معاد باید آشنا بکنیم، همینطور. با مفهوم آخرت آشنا عالم بکنیم، پس از من. بله، بفهمن چه خبره اونجا. لذا اینم نکته بعدیه. من یکی دیگر نکات اینه که بعد ما باید الگو هم باشیم. من موقع حتی به پدر و مادرها میگم محل نمازتون در خانه رو مناسب سازی بکنید، حتی یه محراب کوچیک ولو بنری بزنید اونجا که این محل نمازه، سجادتون پهن بدین بچه‌ها ببینند پدر و مادر محلی رو در خانه برای عبادتشون دارن. ما الان اتاق خواب داریم، اتاق نشیمن داریم، اتاق پذیرایی داریم، حمام داریم، سرویس محل عبادت، بله همه چی داریم تو خونه. ولی موقع آدم ببینه واقعا یک جایی که در فرهنگ دینی ما محل عبادت اهل خانه باشه طراحی نکرد، در حالی که شما گاهی اوقات میبینید برخی باستانشناسا میرن برخی از این غارهای قدیمی رو که پیدا میکنن، با اینکه این برای بشر مثلا قبل از شاید اسلام هم باشه، ولی میگن اینجا اصلا یک جایی داشتن برای عبادتشون در این غار، یعنی جای اختصاصی داشتن برای عبادت. حالا میدونین این باشه پیشکش، بعضی وقتا ما نه تنها این کارو نمی‌کنیم، یه رفتارایی از همون سر میزنه که من یه جای صحنه‌ای رو دیدم، یه بزرگواری داشت نماز میخوند، یه بچه 2-3 ساله‌ای اومد سمتش، چنان با دست زد این بچه که نیاد مثلا مهر و تسبیح و اینا رو برداره. بابا مهر رو بگی دستت، نماز که باطل نمیشه. میشه؟ نخه بابا مهر بگی دستت. مهر اونجا بود، هی بچه میومد هی میزد، اون بچه هم دوباره میومد مهر رو بر نمیداشت. یه دفعه آخر که مثلا درس عبرتی بشه بریم بچه دیگه نیاد مزاحم عبادت من، چنان زد قشنگ فکر کنم یه دور سرش چرخید. یعنی همزمان دست و لگد با هم. آره دست و لگد، بعد داره نمازم میخونه، فکر دلش هم خوش داره بود. من تو دلم گفتم بعید میدونم این بچه تا آخر عمر یه رکعت نماز بخونه، اصلا نماز خون بشه. میدونی اینا خیلی تاثیر در داره. حالی که سیره بزرگان ما غیر از این بوده. من یه موقعی دوستان گفتن در استحبان در استان فارس یه مسجدی هست که توش تعدادی درخت گردوه. این گردوهای این درختها وقف بچه‌هایی که میان مسجد نماز میخونن به اونا بدن گردو. یعنی ببینید این نگاه را داشتن. ما عرضم اینه که بعد بچه‌ها فقط نسبت به الگو فکر نکنیم اثر میپذیرن. من 2 تا واژه کوتاه فقط بگم. الگو اگر بخواد تأثیرگذار باشه باید مقبولیت داشته باشه. مقبولیت هم با این 2 واژه محبوبیت و موفقیت حاصل. البته این 2 تا واژه خیلی توضیح داره ولی زمان اجازه خیلی ممنونم آقای ترشون عزیز. حالا اگر صلاح دونستین فردا میتونیم ابتدای برنامه 2 واژه رو از شما بشنویم توضیحش. خیلی استفاده کردیم. اجرتون با حضرت کریمه مثل سلامت باشید. خیلی ممنونم که تا این لحظات پایانی هم از زائرین عزیز
که همراهی کردن، دل دادن، هم از شما پای تلویزیون. ماها وقتی به دنیا میاییم در گوشمون اذان میگن، وقتی از دنیا میریم برامون نماز میخونن. به نظرم زندگی همینقدر کوتاهه. خدای کمک کن قدر این فاصله کوتاه رو بیش از پیش بدونیم. شب جمعه است، شب زیارتی و شبی که یاد میکنیم از اموات و شهدا. بذارید من این دو بیت رو بخونم با شما خداحافظی بکنم. عرض میکنم: قسم به خون شهیدان، به کربلا، به حسین، خدا به حشر ببخشد گناه ما به حسین. سلام باد بران روزدار تشنه لبی، که آب نوشد و گوید سلام ما به حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنون. خیلی ممنونم از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.